خب دوستای خوبم، الوعده وفا. قرار شدش که اون یقه انگلیسی کلاهدار رو من به شما الگو سازیش رو امروز آموزش بدم. بچه‌ها برای این الگو سازی احتیاج هستش که شما یک بالاتنه از هر متدی که بلدید رو استفاده بکنین. پنسه سرشونه رو ببندین و پنسه زیر سینه رو باز بذارین. شکست یقتون رو علامت بزنین. هر چقدر که میخواین شکست یقتون باشه رو روی خط کمر یا بالاتر از 1 سانت از یقه بیاین داخل و شکست رو وصل بکنید. برای این قسمت شما بچه 1 سانت از سرشونتون میاین داخل، یعنی از گوشه یقه تا سرشونه میاین داخل و قسمت یقه هم 3 سانت میاین پایین و باز میکنین حلقه یقتون و 8 تا 10 سانت بستگی به پهنای یقتون میاین بیرون و اونو به خط شکست وصل میکنین. برای کلاه شما در امتداد خط جلو که شما در نظر گرفتین که چه مقدار روی همگرد داشته باشه، زیپ بخوره یا دکمه، اگر زیپ بخوره 3 سانت و اگر دکمه خور باشه 8 تا 10 سانت روی همگرد اضافه میکنید. در امتداد همون خط 30 تا 35 سانت بچه ها میرید بالا. همون 30 تا 35 سانت هم گونیا میکنیم به سمت عقب و یک مربع اینجا شکل میگیره که پشت این مربع گودی حلقه یقه پشتتون هست. 12 سانت از بالای این مربع داخل میشین، 12 سانت هم به سمت پایین میایین و اینجا رو هلال میکنین. 1.5 سانت از لب این مربع میایین داخل و برای وصل کردن به این دال یقه بچه ها میتونید بین این دوتا دال یقه رو بین 4 تا 8 سانتی متر شما باز بذارید، بستگی به پهناتون داره. دال یقه رو وصل میکنید به هر جایی که میخواین این شکل دال یقتون شکل و فرم بگیره و ادامهش رو وصل میکنین به لبه کلاه و برای سجاف هم 4 تا 5 سانت از سرشونه داخل میشین و 8 تا 10 سانت هم از لبه لباستون و این هم میشه قسمت سجاف که سوار رولت کنین و در بیارین. امیدوارم دوست داشته باشین. با کامنت ها و شیر کردنتون ما رو توی این پروسه آموزش همراهی کنید. مرسی.